الله سبحانه و تعالی در صفت اینها در قرآن کریم برای ما میفرماید که لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنة او من وراء جدر. میگه که اینها یهودیان که هستند همه اینها با هم با شما نمی جنگند الا در قلعه هایی که درست میکنن، در پشت سنگرهای مستحکمی که پنهان میشن، یا از پشت دیوارها. سبحان الله، من چند روز قبل داشتم با کسی صحبت میکردم، بعضی از آیات قرآنی سبحان الله، یعنی که این که میگیم قرآن معجزه هست این است. ابو لهب زنده است، زنش هم زنده است. خداوند سوره لهب رو نازل میکنه، تبت یدا ابی لهب، و در این سوره الله سبحانه و تعالی میفرماید که ابو لهب و زنش دوزخی هستند، در آتش جهنم میسوزند و این دوتا زنده هستند. شما تصور بکنید اگر این ابو لهب اینقدر عقل می داشت که این می اومد و به همراه زنش تظاهر به اسلام میکرد، مثل عبدالله ابن ابی ابن سلول تظاهر به اسلام میکرد، میگفت ما مسلمان شدیم. اینجا تکلیف پیامبر با این آیه قرآن چی میشد؟ تکلیف مسلمان ها چی میشد؟ خلاص این دیگه ضربه فنی بود علیاذ بالله، دیگه بعد از اون دیگه فایده ای نداشت دعوت دین، چون همه میگفتن ببینید اینجا دروغگویی ثابت شد علیاذ بالله، ابو لهب و زنش مسلمان شد. اما سالها میگذرد و این آیه رو هر روز مسلمان ها در نمازهای خودشون این سوره رو میخوانن، جز سوره کوتاه جز هم است، این سوره رو میخوانند و ابو لهب زنده است و این آدم مسلمان نمیشه، حتی به ظاهر مسلمان نمیشه. این معجزه است. سبحان الله، 1445 سال از نزول این آیات گذشته، هنوز هم یهود عین صفت رو دارن. با شما نمی جنگن مگر در پشت سنگرهای مستحکمی که در روستاها و قریه‌های خودشون درست کردن، یا از پشت دیوارها. مرد این که بیان در میدان جنگ نیستن. دیدید الان میگن گنبد آهنین، قبه حدیدیه، یک سیستم موشکی درست کردن که به قول خودشون اینطوری مردم را فریب دادن، میلیون‌ها دلار، میلیاردها دلار خرج کردن که یک کلاه آهنین، انگار مثل این کلاهی که سربازا در جنگ میپوشن، مثل این یک کلاه رو سرزمین به اصطلاح که برای خودشون اسمش رو اسرائیل گذاشتن، درست کردن که هر موشکی، هر بمبی، هر راکتی که بیاد از این کلاه آهنین رد نمیشه. یعنی توسط موشک‌هایی که به شکل اتوماتیک دیجیتال کار میکنه، اینها رو در فضا نابود میکنه و از سقوط اینها جلوگیری میکنه. سبحان الله، 1440 سال پیش اسلام، قرآن کریم همین صفت امروزی، با وجود این همه نیرویی که دارن، با وجود، ببینید روزی که جنگ شروع شد، سگهای مدافع دروغین حقوق بشر و تمدن و انسانیت و از سراسر جهان، از جو بایدن گرفته الاخری، هراسان دویدن اسرائیل و بعضیاشون حضوراً و بعضیاشون هم از راه دور. این سگهای غربی اعلان کردن همکاری خودشون رو و همیاری خودشون رو با اسرائیل. همه ما شاهد بودیم. شما تصور بکنید ایالات متحده آمریکا با اون عظمت دروغینی که برای خودش ایجاد کرده، رئیس جمهور خرفت گرگ زده کثیفش بلند میشه میاد میگه که ما در کنار اسرائیل هستیم و اگر اسرائیلی وجود نمی داشت مثل اسرائیل یک کشوری رو درست میکردیم و از او دفاع میکردیم برای منافعی که ما در خاورمیانه و در این منطقه داریم. یعنی برای چی؟ برای مبارزه با اسلام و مسلمان ها. چقدر از کشورهای اسلامی دست نشانده اسرائیل شدن، چقدر از سران کشورهای اسلامی فروخته شده اسرائیل شدن، چقدر از کسانی که در مناصب حساس در کشورهای اسلامی کار میکنن یا غیر اسلامی نوکر اسرائیل هستن. همه اینها رو این غده سرطانی که در اینجا ایجاد کرده غرب از اینجا اداره میکنه و اینا نمیخوان که این را دست بدن. و الله متعال
اینها رو صفتشون رو بیان میکنه که اینها مرد میدان نیستن که با شما بیان بجنگن، بلکه از پشت سنگرهای مستحکم و از پشت دیوارها همینطوری به شما حمله میکنن و جنایت میکنن. بأسهم بینهم شدید، در بین خودشون چنان مثل سگ و گربه با هم درگیرن. تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتى، شما فکر میکنید همه با هم یک دلند، اما اینها قلوبشون، درونشون از همدیگه جداست، دشمن همدیگر هستند. ذلك بانهم قوم لا یعقلون، به خاطری که آنها قومی هستند که از عقل و منطق خودشون استفاده نمیکنن. صفت دیگری که در قرآن کریم در مورد اینها بیان می شود این است که همیشه با انبیا و صالحین و انسانهای خوب اینا درگیر هستند. الله متعال در سوره بقره آیه 61 بیان می کند که و ضربت علیهم الذلة والمسکنة و باهوا بغضب من الله، بر اینها بدبختی، ذلت، خواری و غضب الله سبحانه و تعالی بر اینا زده شده، از اینا برداشته نمیشه. شاید فکر کنید 10 سال بعد، 30 سال بعد، 50 سال بعد، 1 میلیون سال بعد اینها یک جایی رو در زمین پیدا میکنن که اسمشو بذارن کشور اسرائیل، یهودا آرام میشن. باور کنید نمیشن. این وعده الهی است. تا روز قیامت این مشکل رو اینها خواهند داشت. ذلك بانهم كانوا يكفرون بآیات الله، به خاطری که اینها به آیات الله سبحانه و تعالی کفر ورزیدن. و یقتلون النبیین بغیر الحق، و پیامبران الهی رو به غیر حق میکشتن، انبیا رو میکشتن، انسان هایی که اومده بودن اینها رو اصلاح بکنن رو میکشتن. ذلك بما عصوا و كانوا یعتدون، این به خاطر این بود که اینها انسان های گناهکار و انسان هایی بودن متجاوز. دائما ببینید یکی از صفات یهود دائما در طول تاریخ تجاوز است. خونه ندارن، تجاوز میکنن، خونه مردم رو میگیرن. پول ندارن، تجاوز میکنن، پول مردم رو، دارایی مردم رو میدزدن. کشور ندارن، تجاوز میکنن، کشور مردم رو میدزدن. این صفتی است که الله سبحانه و تعالی در اونها قرار داده. و همچنین یکی از کارهایی که اینها انجام میدادن چی بود؟ تحریف کردن کتب الهی. آیات الهی رو به نفع خودشون تحریف میکردن. تورات رو، کتاب آسمانیشون رو، چیزی از حقیقت در رو نگذاشتن. هر چیزی رو در کتابشون بر اساس هوا و هوس خودشون تحریف کردن. الله سبحانه و تعالی در سوره مائده به اونها میگه که قل یا اهل الكتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراة والانجیل، شما به همین تورات و انجیلتون عمل بکنید. ای اهل کتاب، در توراتشون صفات رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده بود، صفات یاران رسول الله آمده بود. حتی شاید تعجب بکنید که یهود در مدینه چه کار میکردن؟ بنی قینقاع، بنی قریظه، بنی نذیر، همین قبایل یهودی که آمده بودن در مدینه ساکن شده بودن، برای چی اومده بودن؟ چون در تورات آمده بود که در یک منطقه‌ای که در اونجا نخلستان‌های خرما هست و در نزدیک فلان کوه و در فلان منطقه است، پیامبری از کوههای مکه میاد و در اونجا هجرت میکنه و این همان نبیی است که به او بشارت داده شده است. اینها گرفتن این رو تحریف کردن. اصلا اجدادشون برای امین آمده بودن که بیایید ما در این منطقه ساکن میشیم تا چیکار بکنیم؟ تا که اگر این پیامبر می اومد ما اولین کسانی باشیم که به او ایمان بیاریم. اما چیکار کردن؟ همین آیات را هم تبدیل کردن و تحریف کردن. صفت دیگرشون در قرآن کریم شرک
و قالت اليهود عزیر ابن الله، عزیر ابن الله. یهود چی میگفتن؟ عزیر پسر خداست. داستانش معروف است، در قرآن کریم است که جایی میرفت و فوت میکنه و بعد از سالها دوباره زنده میشه. گفتن بله این پسر خداست. چطور امکان داره که بمیره دوباره زنده بشه؟ و قالت النصارى مسیح ابن الله. نصارا چی گفتن؟ مسیحیان گفتن که عیسی پسر خداست. همون که میگن خدای پدر، خدای پسر، روح القدس. و صفت دیگرشون چی بود؟ اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. ملاهایشون رو، مشایخشون رو، بزرگان دینیشون رو چیکار میکردن؟ مثل رب گرفته بودن، پروردگار گرفته بودن، خدا گرفته بودن، من دون الله. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در تفسیر این آیه یکی از صحابه‌ای که قبلا مسیحی بود و مسلمان شده بود میگه یا رسول الله، ما که اونها رو مثل خدا پرستش نمی کردیم، چرا در این آیه اینطوری فرموده الله متعال؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که مگر اونا حلال رو حرام میکردن، حرام رو حلال میکردن، شما از اونها متابعت نمیکردید؟ گفت چرا؟ همین است. پس یکی از انواع شرک این است که انسانی بیاید حلال الله را حرام بکند، حرام الله را حلال بکند و ما از او پیروی بکنیم. این یکی از صفات یهود است که در قرآن کریم ذکر شده است. و الله متعال میفرماید که و ما امروا الا لیعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما یشرکون. اونا امر نشده بودن که خدایان دیگری رو بیارن، عزیر رو خدا درست بکنن، در کنار خدا بگن پسر خدا بوده یا مسیح پسر خدا بوده، بلکه امر شده بودن که به الله یکتا و یگانه ایمان بیاورن. و رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که قاتل الله اليهود اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا. الله سبحانه و تعالی بکشد یهود را که قبور پیامبرانشان رو محل عبادتگاه قرار دادن. یکی از صفات دیگری که در بین یهود وجود دارد و در قرآن کریم برای ما بیان شده است، دروغگویی، سود خوردن، ربا خوردن، رشوه دادن، سماعون للکذب، دروغگویی رو دوست دارن. امروز هر رسانه‌ای که مرتبط با یهود باشه، افغان اینترنشنال، ایران اینترنشنال، بی بی سی، دوچه وله، صدای آمریکا، همه اینایی که CNN، واشنگتن تایمز، نمیدونم نیوزویک، همه این رسانه هایی که مرتبط هستن با اینا، همه دروغ میگن و این دروغ ها رو دوست دارن که بشنون و نشر بکنن. سبحان الله، صفتی که تا امروز در این قوم دیده میشه. اکالون للسحت، سود. همه بانک هایی دارن، بانک های ربوی. همه شرکت هایی که دارن، شرکت های ربوی. اصلا به خاطر چی این همه مال و منال رو اینا جمع کردن؟ بر اقتصاد دنیا 5-6 خانواده یهودی حاکم هستن. به خاطر همین کارشون، سودخوری، ربا. صفت دیگرشان چی است؟ نفاق، منافقن. و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفهاء. وقتی به اینها گفته بشه، به این یهودی‌ها که ایمان بیاورید مثل مردم، مثل انسان‌ها، ما ایمان بیاوریم مثل این احمق‌ها، این جانورا. الان هم میگه نه، سخنگوی ارتش اسرائیل نگفت که حیوانات بشری هستن اینایی که ما داریم در غزه میکشیم؟ الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. حالان که خودشان هستن که عقل و منطق ندارن ولکن نمیدانند. و اذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. وقتی که با مسلمان ها، با انسان های مؤمن، چنان مؤمن وارسته میشن که مثلشون پیدا نشه. و اذا خلوا الى شیاطینهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. و این صفتی است که امروز متاسفانه در صهیونیست های فارس، در صهیونیست های عرب، در صهیونیست های غرب، در صهیونیست های شرق، در صهیونیست های مسلمان نما
وجود دارد که وقتی که با شیطانهای خودشان یک جا میشن میگن ما با شما ما داریم مسخره میکنیم مسلمان نماها رو، این مسلمانهای ساده‌لوح رو ما داریم فریب میدیم. اهل مداهنه هستن، اهل مجامله هستن، امر به معروف و نهی از منکر نیست. به خاطر همین ببینید هر چه فسق و فجور و فسادی که در دنیاست توسط اینها اداره میشه. مراکز فحشای بزرگ جهان توسط اینها اداره میشه. کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما کانوا یفعلون. اهل امر به معروف و نهی از منکر نبودند. چقدر عمل زشتی است که اینها انجام میدهند. علم دارن اما از این علم استفاده نمی کنند. برای چی؟ برای خیر بشر، برای خیر انسان ها. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. این علمای یهودی که تورات رو حفظ دارن، تورات رو حمل میکنن، مانند الاغ‌هایی هستن که شما کتاب بارشون بکنید. دروغگو هستن. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. چه زشت است مثال این قوم یهود که دروغ میبندن به آیات الهی و الله این قوم ظالم و ستمگر را هدایت نمی کند. اهل دروغ و غدر و خیانت هستند. هرگز به مواثیق و عهدهایی که میبندن نباید اعتماد کرد. و این کشورهای اسلامی که عهد و پیمان بستن با اسرائیل، با این کشور نام نهاد دروغین، فکر میکنن که خودشون رو نجات دادن، فکر میکنن که این عهد و پیمان به دردشون میخوره. اما الله متعال اینا فبما نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیه یحرفون الکلم عن مواضعه. اینها اهل نقض پیمان هستند، پیمان شکن. پیمان شکن بودن یک از صفات این هست. قلب هایشان سنگ است، سنگ دلن. سبحان الله، ببینید بیش از 10,000 نفر زن و کودک رو، این همه تصاویری که دلهای سنگدلترین انسانها رو در جهان دیدیم که میسوزه، آب میشه، اشک میریزه، اما اونها خم به ابرو نمیارن، چون صفتشون قلوبهم قاسیه، دلهایشان سنگ است، سنگ دلن و اهل تحریف کتاب هستن. حرفها رو تعریف میکنن. الان متجاوزند. اسم چیزشون چی میگه؟ ارتش دفاع اسرائیل. ارتش دفاع یعنی ما خدا نکنه، ما که حمله نمی کنیم، ما به کسی تجاوز نمی کنیم، ما کسی رو نمی کشیم، ما فقط از خودمون دفاع می کنیم. جیش دفاع الاسرائیلی، ارتش دفاع اسرائیلی. چه با کلمات بازی میکنن. ما به خاطر اینکه حقوق بشر رو دوباره در فلسطین و در غزه اجرا بکنیم با گروه‌های تروریستی وحشی آدمخوار داریم میجنگیم. چگونه تحریف میکنن کلام رو؟ این صفتشون هست. حسد و کینه یکی از صفتهای این است. ود کثیر من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ایمانكم کفارا حسدا. چقدر دوست دارن این اهل کتاب، یهود و نصارا، که شما را بعد از اینکه ایمان آوردید دوباره به کفر برگردانند. به خاطر چی؟ به خاطر حسدی که دارن نسبت به شما. چقدر سعی و تلاش میکنن که مسلمان ها رو بیدین بکنن، شبهات پخش میکنن، رسانه ها، تلویزیون ها، رادیو ها، کتاب ها. یکی از کسایی که کار میکرد در مجال نشر مسیحیت، برای ما همین کافی است که مسلمان نسبت به اسلام شک پیدا بکنه تو دلش، ما ولش میکنیم دیگه، خودش میاد طرف ما. چرا این همه میلیاردها خرج میکنن؟ به خاطر اینکه مسلمان ها رو از دینشون برگردونن. حسد، کینه، حقد، غرور و تکبر دیگه صفت ها. ببینید چقدر با غرور و تعالی و تکبر برخورد میکنن.
الله متعال صفت اینها رو بیان میکنه در سوره بقره. و قالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا. یهودیا میگن فقط یهودیا وارد جنت میشن، مسیحیا میگن فقط مسیحیا وارد جنت میشن. یهودیا چی میگن؟ فقط نژاد یهود. یعنی شما اگر یک مسلمانی بری یهودی هم بشی تو رو قبول نمیکنن. میگه تو انسان نیستی، تو برای خدمت یهود آفریده شدی. این یهودی شدن نفعی برای تو نمیرسانه. بلکه این نحن شعب الله المختار میگن، ما نژاد برتر و پسندیده الله هستیم. نحن ابناء الله و احبته، ما دوستان الله و فرزندان الله هستیم. ما فقط وارد جنت میشیم، بقیه همه بشر برای خدمت ما آفریده شدن. ما مسلمانان میگیم نه، یهودی است، مسیحی است، آتش پرست است، هر کسی است، ایمان بیاره به الله و رسولش وارد بهشت میشه. اما اونا میگن نه، شما اصلا بیای کل عمرت بری در یک کلیسای یهودی بشینی در اونجا عبادت هم بکنی، آخرش تو میری به جهنم با اون یهودی فاسق فاجر شرابخور زناکار که سود میگیره، هزار یک فسق و فجور انجام میده، میره بهشت. و قالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله و احباؤه. یهود و نصارا چی گفتن؟ ما فرزندان خدا و دوستان خدا هستیم. این غرور، این تکبر، این نژاد پرستی و این مسلمان نماهای نژاد پرستی هم که امروز وجود دارن که من ایرانیم نژاد برترم، من افغانم من برترم، من پشتونم من برترم، من تاجیکم من برترم، من فلان ترکم من برترم، اینها دقیقاً پیروان یهود هستند و پیروان ابلیس هستند. هیچ معیاری برای برتری غیر از تقوا وجود ندارد. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اینایی که بر اساس نژاد و قوم و قبیله و زبان خودشان رو برتر میدانن، اینها پیرو یهود و ابلیس هستند. صفت دیگرشون بخل. الذين يبخلون و یأمرون الناس بالبخل و یکتمون ما آتاهم الله من فضله. این صفاتشون هست که الله متعال میفرماید در سوره نساء 37. هم خودشون بخیلن، هم مردم رو به بخل تشویق میکنن. این از صفات یهود هست. و انسانهای مسلمانی که بخیل باشن، اینها هم دقیقاً همین صفت یهودیت رو دارن. بخل. مثلا الله سبحانه و تعالی اونا رو مذمت میکنه که انفاق نمی کنن در راه الله سبحانه و تعالی و این از صفات یهود هست. عنادشون، ضد میکنن با همه چیز. موسی علیه السلام میگفت که اینجا بشینید من برم تورات بیارم، تا میومد که گوساله پرست شدن. بشینید اینجا من و سلوا براتون میاد، غذا از آسمان براتون میاد. نه، ما میخوایم که بریم کشت بکنیم، زراعت بکنیم، کشاورزی بکنیم، بس پیاز و نمیدونم آرد و فلان و این چیزا برای خودمون بیاریم. هر چی که میخواستن اگر براشون حاضرم میشد، اینا عکسشو انجام میدادن. خدا میگه بگیرید یک گوساله رو قربانی بکنید. میگه رنگش چطوری باشه؟ خب رنگش اینطوری باشه. نه ما متوجه نشیم چند ساله باشه. خب اینقدر باشه. نه حالا این رنگی رو واضح‌تر بگو که رنگش چطوری باشه. هی بهانه در میوردن، عناد میکردن تا از اوامر الهی سر باز بزنن. صفت دیگرشون پنهان کردن علم است. حق رو پنهان میکنن. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون بآياته ويشترون به ثمنا قليلا. کسانی که آیات الهی رو، آنچه که الله متعال نازل کرده رو پنهان میکنن. صفات پیامبر صلی الله علیه و سلم رو در تورات پنهان کردن، صفات صحابه رو پنهان کردن و خیلی از آیات دیگری که بر علیه منافع خودشون بود در تورات اومدن چیکارش کردن؟ پنهانش کردن. اولئک و یشترون به ثمنا قلیلا، مقابل پول. مثلا یک یهودی می اومد پیش همون بزرگانشون میگه والا من میخوام فلان کار رو بکنم، اما این آیه در تورات هست چیکار میشه کرد؟
خب بگیر مثلا این یک 1000 تا سکه رو بگیر اینو تغییر بده. اون آیه رو میبریدن، خلاصه مینداختن دور، پنهانش میکردن. بعد از مدتی خلاصه تورات میشد بدون این آیه. اولئک ما یاکلون فی بطونهم الا النار. اون پولهایی رو که میگرفتن در بدل پنهان کردن آیات الهی مانند آتشی است که در شکمهای خودشان میریختن. ولا یکلمهم الله یوم القیامه. روز قیامت الله باهاشون صحبت نمیکنه. ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم. نجاتشون نمیده، براشون عذاب دردناک است. این از صفاتی است که اینها دارن و بزرگترین صفتشون که هم مشرکین و هم یهود این صفت مشترکشون هست و ما دیدیم که چگونه با اهل سنت در عراق برخورد کردن. همین مشرکین روافض چگونه با اهل سنت برخورد کردن در عراق، در سوریه چطور برخورد کردن، در هر جایی که درگیر شدن با مسلمان ها چگونه رفتار کردن، در لبنان. و یهود امروز چگونه رفتار میکنه. الله متعال میفرماید که لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا. آن کسی که بیشترین و شدیدترین حقد و کینه و عداوت و دشمنی رو نسبت به مؤمنین، به مسلمانان دارد کی است؟ الیهود والذین اشرکوا و مشرکین. سبحان الله. مثلا بعضی از این صوفیای مشرک، صوفیای سیفی مشرک در افغانستان، اهل توحید رو وقتی که میکشتن، مثلا شیخ ابا عبیدالله متوکل رو که شهید کردن، خب خدا ناترس یک گلوله بزن به سرش بکش، یک گلوله بزن به سینه بکش. با یک گلوله کشته میشه. یک تیر به سینه‌اش زدی، به سرش زدی، خب خونریزی میکنه، در جا میمیره. اول تیربارانش کردن، بعد اسید آوردن رو جسدش ریختن، تیکه تیکش کردن. شیخ ضیایی رو در ایران اول ماشینش رو با ماشین با یک تریلی بزرگ زدن، از دره پایین پرتش کردن، بعد جسدش رو تیکه تیکه کردن، بعدش روش اسید یا تیزاب ریختن. حقد مشرکین.